درود دوستان خوبم. برنامه نوبتی ناگفته ها رو شروع میکنیم. شما هیچ میدونید که ترانه های زیبا، ترانه های ماندگارترین را در اجرای هنرمندان بسیار هم مشهور و محبوبمون کی انشا میکند؟ این آهنگ های زیبا و قشنگ را کی میسازد؟ البته دوران رحمتزاد، آهنگسازی معتبر کشور ما. دوران امروز مهمان برنامه ناگفته هاست و از دوران میپرسیم که چی موجبی آفریدن این همه زیبایی ها شده باشد. خوش آمدید دوران جان به برنامه ما. برنامه ناگفته ها رو شروع میکنیم و ناگفته نماند که برنامه ناگفته ها در همکاری با مرکز مبل خانه من ثبت می شود. خانه من این مبل های خوش صفت برای خاندان شما، گرمی و حرارت خاندان شما. سراغای ما شهر دوشنبه، کوچه پولادی 43 بیایید خریداری کنید. باری دیگر از نام کلی مخلصان بر دوران درود میگویم. درود. سلامت باشه اردو جان. تشکر زیاد که برای تکلیفتان به این برنامه. من اولا سلام خود را به تمام تماشابینان این برنامه میرسانم. خیلی میخواستم راجع به کودکی ها حرف بزنیم که در چگونه فضا شما به وای رسیدید که اینقدر محبت نسبت به هنر، نسبت به صنعت در قلب شما پدید آمد؟ اصلا گیریم جوانی ما که در وقت شوروی گذشت، البته جوانی او دوری برای ما خوب بود، بهتر بود. بعدا ما عموما در اویله ما اویله صنعتکار، ممکن که از همان وقت باشد در قلب من به صنعت. اویله صنعتکار یعنی کی؟ یعنی که پدری من هم کم کم از صنعت بخبر بودند. مثلا امک‌های من ختم کرده اینستیتوت هنرهای زیبایی میرزا ترسن‌زاده هستند. ممکن که شوق ما از همون وقت هم باشد یا که ارثی هم باشد. ژنتیکی بله بله بله. خوب در مکتب ترانه می‌سرایید؟ البته در مکتب ترانه می‌سراییدم، لیکن هر باری که در وقت ترانه سراییدم به قول حاضره مندرج میگرفت، لرزه میگرفت بدنم را. بعد که اگر متوجه میشدن و در رفتی خوندن یگان سرود قرصک میزدن، حتی متن از یادم میبرد، از خاطرم میبرد. بچگی ها در کجا گذشتند؟ بچگی ها البته در شهر قیراقوم. لحظه میشد که انسان از هنر هم خسته می شود وقتی که هنر لابلای برخوردهای شدید روزگار قرار میگیرد. آدم خیلی دلمانده میشود. چون این لحظه ها بود در زندگی شما؟ البته میشود. در زندگی هر یک آدم مشکل دارد، البته به مشکلی نمیشود. بیدار برای مشکلات حرف میزنیم. چی مشکلی ها؟ مثلا پیش روی مشکلی ها اساسا اجتماعی میشوند در وقتی حاضر. البته وقتی که مشکل اجتماعی شد، البته برای تولید گریم شعر و آهنگ و دیگه آدمی ایجادکار که آدمی حساس ترین است به فکرم تاثیر میرساند. این اجتماع شما رو تا کجاها برد؟ این اجتماع ما رو حتی تو به غربت برد. البته که ما هم از سر ما هم مهاجرت مهنتی را گذراندیم. چیکار میکردید اونجا؟ تمام مردم تاجیک چیکار میکنند در اونجا؟ ساختمان البته. راستی من هم این روزهای غربت را با کارهای ساختمانی و وزنین اثر گذراندم. بله بله. هر یک تاجیکستانی اثر گذرانده است البته. ولی یک مکتب است نه دوران؟ بله 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 مکتب شدید. با یک مرد میگن 40 هنر کم است. با فکرم ما همین از مابین 40 هنری که میگفتن نیم زیاد شد در راستی هنر آموختیم. بله. هنر ساختمانی یعنی کدام نمودی کارهای ساختمانی از دست شما میاد غیر از آهنگسازی؟ قریب که همش. تعمیر خانه همه چیز؟ بله بله. چی بله؟ بله. خیلی خوب. اکنون چی سبب شد که شما ترک کردید غربت رو و به تاجیکستان آمدید؟ غربتی ما اصلا غربتی موسمی بود. موسمی. میرفتیم در موسم کار میکردیم. بعدن که دلبخته البته هنر بودم و میخواستم چیزی آفرم، همین دلبختگی من بود که ما رو به دوشنبه آورد. در غربت ترانه میسرایید؟ بله ترانه میسرایم. برای روس‌ها یا برای تاجیک‌ها؟ مردمای هر ملت بودن در اونجا. میشد که اساسا مردم قفقاز بسیار ما را خوش قبول میکردن. در وقت در یگان جماعت میشستیم و من گیتار میگرفتم، یگان چیز میسراییدم، میسرودم، با آنها خوش میومد. میگفتن که ما زبان نمیفهمیم، لیکن بسیار هم لحن تاجیکی برای ما مقبول است. چی میخوندید در غربت؟ کدام ترانه ها رو؟ ترانه هایی هم از مردمی، مثلا ترانه های اساسا از احمد ظاهر. چگونه شما توسط کی شما با شو بیزنس راه یافتید؟ یعنی این دروازه رو کی برای شما باز کرد؟ پسرعمه من وابسته شد علیشیر.
اونها که اون وقت در یک طرفخانه داشتن زنگ زد که تو باید بیای در طرفخانه برآمد کنی. به طرفخانه اومدیم. از بسی که شرم بسیار داشتم برآمد کردن نخواستم. یک دو بار عرقسور شدم، یک دو سه سرود خواندم و در همونجا فهمیدم که برای صحنه جرأت هم ندارم و برآمد کردن نمیتوانم. بعد در همسایگی همون طرفخانه فرهاد ذکری زندگانی میکرد. با فرهاد شنا شدیم. من اول یک ترانه‌ای که خودم ایجاد کرده بودم بردم، گفتم که همین را باید ما تکمیل دیم، من همین را باید سرایم. بعد یک کم فرهاد زنگ زد که یک کس با همین ترانه خریدار است، یعنی که معقول کرد اگر راضی باشی همین رو گفت او همون آدم بخواند، تو میتونی با یک ترانه دیگه ایجاد کنی. این همین باعث شد رفته دیگر فرصت برای سرودخوانی خودم هم نشد، فقط همین ایجاد برای دیگران شد. رفت. خوب، اکنون بیایید میفهمیم که دوران رحمتزاد با کیها همکاری دارد طول این همه سالهایی که فعالیت میبرد همچون یک آهنگساز. با کیها بیشتر؟ قریب که با همه. شبنم سوریان، نگینا، نوزیه، مهرنگار، زلیخا، شبنم صابری، بسیار از آقاها؟ از آقا با صدرالدین، ولی جان، محمد رافی، سروش. اگر از جهت عمر به ایجادیات دوران نظر افکنیم، دوران حدود 500 ترانه برای کل سراینده های تاجیک انشا کرده است و من تنها میتوانم بعضی از آنها رو نمبر کنم که ورد زبان همگان است. مثلا ترانه گل در سایه زلیخا یک مثال. از مهرنگار ترانه جنت عشق، ترانه های ماندگارترین. برای شبنم سوریان ترانه در کوچه های سرد و تنهایی، پیموده راهی درد به تنهایی. برای نگینه امانقلو و ترانه تو بگو عاشقمی یا چرخ فلک یا عزیزی از برای من. اصلا برای نگینه باید ذکر کنم که ترانه های خیلی زیادی انشا کرده است دوران رحمتزاد و از مردها نیز برای صدرالدین اگر یادتون باشه ترانه من از آن دیاری غربت به دیاری تو رسیدم مال دوران است. پنجره های خانه رو برای هم بسته مال دوران است. ترانه های خیلی زیاد. اصلا وقتی که به زندگی یک شخص ایجادکار نظر میافکنیم و باز هم میبینیم خصوصیت های دیگری خلق و خوی او رو. اصلا من میخوام که از دوران راجع به زندگی اولیه‌اش بپرسم، چون زندگی آدمان ایجادکار پر از ماجرا، پر از پیچ و تاب است، ولی دوران در اینجا استثنا است. یک زندگی زیبا داره. درباره زندگیتان حرف بزنید. خانواده زندگی مقرری داریم، یگان زندگی پردبدبه، اون مقرری زندگی داریم. همسرم همسری خوب است، فرزندانم شکر خداوند فرزندان خوب است. دو پسر دارم، یک دختر. نامشون؟ شمشاد، دلشاد و مهرنگار. مهرنگار چند سال از همه خوردی؟ خوردی است، بله 6 سال است. اسمش خیلی زیبا است. بله. درباره والدین حرف بزنید. درباره والدین پدر رحمتیان، خدا رحمت کنه. خدا رحمت کند. مادر زنده اند، شکرانه. با شما زندگی میکنند؟ نه، با برادری خوردی در ادرسمان، در شهر ادرسمان. مهمونی میآیند؟ بله میآیند. در بیشتر با ده دلبستگی دارند. بله. این زمان مثلا کارهای ایجادی با کیها دارید؟ یعنی من تا جای معلومات دارم کارهای شما علاقه برون از مرز رفت، یعنی با خواننده های خارج همکاری دارید؟ بله، با خواننده های افغانستان، ازبکستان همکاری داریم. با کیها اصلا با غزال عنایت همکاری داشتیم. از خواننده های افغان؟ از خواننده های افغان. با چند راستی گپ نامی سراینده ها در خاطرم نمیستد. از سراینده های ازبکستان با یلدوز عثمانووا همکاری داشتیم، با یلدوز توردیeva و هستند بسیار درخواسته که انشالله. یلدوز توردیeva یادتون باشد دوستان عزیز، چند قبل یلدوز توردیeva یکی از آوازخوان‌های بسیار معروفی ازبکستان یک ترانه اجرا کرد، پسیان پنجره تنهایی، مال دوران است. شعرش از سفر یک شاعری خیلی هم خوش کلام است و نگفته نماند که برای یلدوز نیست دوران انشا کرده است. چند ترانه برای یلدوز انشا کردید؟ 3-4 ترانه با فکرم. 3-4 ترانه. و از میان این ترانه ها ترانه
ای آشنای گم شده باز آمدی دوباره و مرا که میرود بهار از من یلدوز عثمانووا رو دوران اینشو کرده است. باید یک چیز رو قید کنم. در طول همکاری ما که بیش از 500 ترانه، اگر من برای که ترانه های خودم رو یکم حساب نکردم شاید همین تعداد باشد، زیاده از نصف ترانه های من با همکاری آرزو است. بله ما همکاری بسیار هم تنگ داریم. اگر در اینجا که برنامه نگفته های است، با چیز در دلمون است میگوییم، میگه همین شبی دراز هم یک آهنگ ایجاد کردیم. یعنی همین شبی که سحر شد همین شب تا سحر آهنگ ایجاد نشستیم همکاری کردیم یک آهنگ جدید انشالله. من که دوران رو خیلی خوب میدونم. ما هر هفته شاید بدی دور هم دیگر میرسیم، یک جای کار میکنیم، ولی فکر میکنم که برای شما جالب است آشنایی پیدا کردن با دنیای دوران، با ایجادیات دوران، با حسیات دوران، با احساس ایجادی دوران. عادتا برخی ها میگویند که باید الهام هم بیاید. وقتی که الهام بیاید، تا آمدن الهام شاید یک هفته میگذارد، 2 هفته میگذارد، بعد الهام ایجادی میآید و سر انشای ترانه یا کلام یا غزل یا شعر یا رمان می نشینند. ولی ایجادکار اصیل، ایجادکاری که واقعا ایجادکاری چی گویم طبیعی است، خدا داده است، همیشه الهام دارد. الهام همیشه با اوست، الهام ایجادی همیشه با اوست و هیچ یک حوادثی نمیتواند این خروش را، این عروج را در قلب ایجادکار برهم بزند. یعنی چی؟ حاضر یک پیشنهاد خیلی جالب میکنم از دوران و شما میبینید که دوران در حال همین حالا، در همین لحظه و همین دقایق، حتی یک شب و یک روز نه یا بعد یک هفته نه، از اوایل تا اواخر همین برنامه، یعنی ما نشستیم حدود 15-20 دقیقه صحبت کردیم، دوران در همین جا حاضر در نزد شما میتواند یک آهنگ انشا کند بداهتا همین طور. یعنی ایجادکاری اصیل همیشه الهام دارد، همیشه ذوق دارد، همیشه باطنش یک ذخیره بسیار عظیم ایجادی دارد. من حاضر از همین نوشته های تلفنم که من شعرهایم رو بعضی در تلفن درج میکنم، در تلفن قید میکنم تا از یادم نبراید، در یادداشت های همین تلفن من از همین یادداشت ها همین طور تقریبا این یادداشت ها دور و درازن، در اینجا حدودی 200 شعر است. از میان همین 200 شعر من تقریبا نقل میکنم همین کدام شعری که پیش آمد و دوران پیشنهاد میکنیم آهنگ بسازد. کدام شعری که پیش آمد، من نمیدونم این شعر اجتماعی است یا عشقی است یا شعر در وصف مادر است، کوه طبیعت است، سنگ و گیاه هست، من نمیدونم این را، ولی میسنجیم، حالا مهارت هنرمند رو میسنجیم. 1 2 3 من نمیدونم چی است اینجا. درودی تلویزیونی. چی تصادف جالب، بینندگان ارجمند، با حرمت درخش یادها درود، با احترام حبس دادها درود. من از دیار آرزو سوار اسب بادپای عشق آن زمان به سوی ساحت وفا شتافتم. سلام عشق در لبم، سرود عشق مطلبم شتافتم. ولی در امتداد این سفر بینندگان ارجمند، سمند بادپای عشق زخم خورد، نه متکا نه مرهمی نه هم صدا نه هم دمی، ولی از عمق دردها برای عزت شما صدا زدم. بینندگان ارجمند من درود درود درود. امتحان میکنیم هنر دوران رو. اکثریت سلام میزنند که ما کمپوزیتور، ما آهنگساز، ولی این زمان آهنگسازی که در همین لحظه، همین ساعت، همین دقایق میتواند آهنگ انشا کند. ببینید این معجزه رو، این معجزه است، با جز معجزه دیگر چیز این رو نمیتوان گفت. یک چیز رو سلام هستم با آهنگ داریم. براستی آرزو جان در اینجا قید کرد که آدمی که هنرمند است، آدمی که صنعت خودآگاه دارد، البته برای الهام دویم به خود است. ما میگم که بله الهام ما دویم همراه ما است، ما او را نمیمونیم که با مهاجرت مهنتی رود، برای همین همراه ما است. الهام رو زولانه بند کرده در نزد خود نگاه می‌داریم. به حرمت درخشیاتها درود، به احترامی حبسی دادها درود. من از دیاری آرزو سواری اسب بادپای عشقی آن زمان،
به سوی ساحت وفا شتافتم، سلام عشق در لبم، سرور عشق مطلبم، شتافتم. باز یک چیز دیگر از بین همین ترانه‌ها، باز یک چیز دیگر رو تقریبا میگیریم. باز همین شعر، من نمیدونم چرا این شعر دنبالی من رو میگیرد همیشه. باز یک بار دیگر. با پشت شیشه ها رگبار مرد است، ولی در قلب تو سرمایه انوار. خیال من پر از گلهای صدرنگ، ولی گلهای گلدان تو پرپر. امتحان میکنیم. با پشت شیشه ها رگبار مرد است، ولی در قلب تو سرمایه انور. خیال من پر از گلهای صدرنگ، ولی گلهای گلدان تو پرپر. عالی. باز یک امتحان دیگر. کدام شعری که نباشد؟ و یکون شعر سفید اومد به فکرم. این شعر خیلی درو دراز است، 160 مصرع دارد. از برش میگذاریم، یکون شعر کوتاه‌تر میگیریم. رخصت از کار گرفتم که تو را به دیار غزل تازه برم، سر آواره دل پاره خود من از این شهر پرآوازه برم. رخصت از کار گرفتم که تو را به دیار غزلی تازه برم، سری آواره دلی پاره خود من از این شهر پرآوازه برم. رخصت از کار گرفتم که تو را به دیار غزلی تازه برم، سری آواره دلی پاره خود من از این شهر پرآوازه برم. کفایه از بفکرم. آخرین پیشنهاد. امشب حجاب پنجره آشیان خیش بر پیشواز لطف خدا باز میکنم، در صفحه زلال و پاک لحظه ها انشای عشق را ز نو آغاز میکنم. امشب حجاب پنجره آشیان خیش بر پیشواز لطف خدا باز میکنم، در صفحه زلال و پاک لحظه ها انشای عشق را ز نو آغاز میکنم. این است کار ایجادی، این است معجزه، این است زیبایی. یعنی اگر ما زیبایی رو دوست می‌داریم، پس زیبایی رو انسان‌های می‌آفرند که مؤلف زیبایی اند. دوران مؤلف زیبایی است. برنامه نوگفته‌ها اینجا به انجام می‌رسد و خاطررسان می‌کنم که برنامه نوگفته‌ها در همکاری با مرکز مبل خانه من تهیه می‌گردد. مرکز مبل خانه من بهترین محصولات، خوش صفت‌ترین محصولات برای خانه‌دانی شما بیاید خریداری کنید. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه پولادی 43. با ما بمانید تا برنامه‌های دیگر با شما بدرود میگویم. خیر.